6 تا از بهترین برنامه‌های ادیت برای موبایل. رتبه 6 این چت است که رابط کاربری آسونی داره، عکس‌ها رو خیلی خوب برش میده و از فونت فارسی هم پشتیبانی میشه. بعدش اینه که افکت‌های خیلی کمی داره. پیشنهاد برای ویدیوهای اینستا. شماره 5 ویتاست که خوبیاش اینه که کاملا رایگانه، بدون واترمارک، قالب‌های زیاد آماده‌ای داره. بعدش اینه که امکانات محدودتری نسبت به بقیه برنامه‌ها داره. پیشنهاد برای کلیپ‌های سریع و آماده. رتبه 4 وین است که کاملا رایگانه، افکت‌های خوبی داره، کیفیت بسیار عالی هم داره. بعدش اینه که تو پروژه سنگین بد است و محیط خیلی شلوغی داره. پیشنهاد برای ویدیوهای ساده و یوتیوب. رتبه 3 پاور دیکتور. این برنامه امکانات حرفه‌ای دارد و خروجی 4K داره. بعدش اینه که تو گوشی ضعیف خیلی کنده و پیشنهاد برای پروژه‌های سنگین و حرفه‌ای. رتبه 2 کارمستر است که افکت لایه‌بندی خیلی خوبی داره و بعدش اینه که بعضی از امکاناتش پولیه. پیشنهاد برای لانگ ویدیو. و رتبه اول بهترین برنامه ادیت آلایت موشن که همه جور امکانات داره. بعدیش اینه که تو سر یادگیریش به فنا میری. پیشنهاد من برای ویدیوهای انیمیشنی و ویدیوهای خلاقانه است. خب شاید بگید چرا کپکات تو این لیست نبود؟ یعنی یه سری چیزا رو قبول کنیم. اینجا ایران، هم کپکات تحریمه، هم به زورم بالاش بیاریم بیشتر افکت‌ها برای ما قفله. پس بهترین گزینه‌ها اینا بودن دیگه.